سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده است تغییرات وارد شده به کدکس اویله را که حق ازدواج به خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید. در این اظهارات گفته شده است کمیته با موقع جانب تاجیکستان در این باره شناس شد. سبب تغییر در قانون را جلوگیری از فروش آدمان مینامند. ضمناً کمیته تاکید میکند که چاره‌های حمایوی به هیچ صورت نباید حقوق انسان را محدود کند و شهروندان را هنگام انتخاب آزادانه همسر به مشکل روبرو نماید. روز 26 آگوست جلسه 93 کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به پایان رسید که در آن در برابر ده‌ها کشور دیگر گزارش تاجیکستان درباره حمایت حقوق اقلیت‌های ملی نیز شنیده شد. روز 28 آگوست اعضای این کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای مورد نظر نشر کردند. تاجیکستان روز 11 آگوست در نزد اعضای کمیته گزارش داده بود. ایراد این کمیته سازمان ملل متحد از کدکس اویله در حالی است که جانب تاجیکستان میگوید تغییرات به حمایت بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 11 آگوست در پاسخ به این ادعا گفته بود که قانون در پی ثبت موردهای زیاد استثمار شبحانی شهروندان کشور تغییر یافت. او گفت بسیاری از خارجی ها همچون همسر به شهروندان ما ازدواج کردند ولی بعداً معلوم شد که آنها را به غلامی شبحانی به خارج کشور بردند. با این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از چنین عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که در این جلسه اشتراک داشت در تقویت افزود که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیرها میاندیشند. او افزود за отчетный период правоохранительными органами республики возбуждены и در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا می‌کنند. در تاجیکستان سال 2011 کدکس اویله را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی میتواند با شهروند تاجیکستانی ازدواج کند که نه کم از 1 سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسر تاجیکش منزل زیست بخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن اویله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعداً با شهروندان روسیه اویله برپا کردند. در زینه‌های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است.